نامادری هر شب با شوهر پسرش میخوابه. اما یه شب بابای پسر در رو باز کرد و یهو پرید داخل. اما نامادری خیلی سریع رفتش توی توالت. بابای پسرم ازش پرسید زنم کجاست؟ پسرم گفت نمیدونم. پدر خیلی سریع قانع شد بنده خدا. از اونجا رفت و این دوتا خراب شانس آوردن. نامادری یک کمی خونسرد شد، اما همین که میخواست از توالت بیاد بیرون، بابا دوباره سرشو مثل الاغ انداخت پایین و جهید داخل. بابای این پسر بهش گفت اگه زنمو دیدی بهش بگو کارش دارم، کارای خوبش دارم. چند وقت بعد بابایی که نگران کپک زدگی پسرش بود بهش یه دختر معرفی کرد. بهش هم گفت که یه داف پلنگ برات پیدا کردم. اونجا مشخص بود که زنش بدجوری به این دختره حسودی شده. اون شب پسر بهش گفتش که من دیگه نیستم و نمیخوام دیگه باهات باشم، چون که میترسم بابام از این کارهای خوب بینمون سر در بیاره. روز بعد پسر برای باباش یه شیک درست کرده بود و میخواست بهش بگه که من میخوام دیگه برم دانشگاه، ولی باباش گفتش که به نظرم زنم داره بهم خیانت میکنه، که این حرف پسر رو خیلی ترسون. خلاصه کاملش تو کانال یوتیوب هست، بریم ببینید.